با نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان عزیز. قبل از همه یک شما را به این محفل خوش آمدید میگوییم. امیدواریم که یک محفل خوب و محفلی باشد که از آن هم ما و هم تماشاگران ما استفاده خوبی کرده باشند. راستی من گفتنی زیادی ندارم. قبلا فکر میکردم در مورد یک موضوعی که در این شعار هست آزادی یک صحبت داشته باشم تا 5-10 دقیقه، ولی امروز سحر وقتی که شبکه‌های اجتماعی وارد شدم یک نواری رو دیدم در شبکه‌های اجتماعی که یک جوان تاجیک در هجرت در روسیه از جانب نمیدونم اون شهروندانی روس بود یا اینکه مقامداران بود، پلیس بود، با یک بیرحمی زیاد موردی ضرب بلند قرار میگرفت و اون نفر هم التماس و خواهش میکرد که از این کار دست بردارد. ولی اون نفری که این شهروند ما را زیر مشت و لغت میگرفت هیچ رحمی برای اون نداشت. یعنی این نوار واقعا ما را وادار کرد که در یک موضوع دیگر کمی هم باشد با شما صحبت داشته باشم. اون هم باشد مسئله هجرت دست جمعانه و گروهی شهروندان عزیز ما از کشور هست که متاسفانه مقامداران ما، حکومت امروزه کشور این مشکلی را که هر روزه هزارها نفر ترک کشور میکنند و به کشورهای دیگر پناه میبرند و شهروندی کشورهای دیگر را میگیرند، این را یک روند طبیعی میدانند و این را اونقدر جدی نمیگیرند، ولی در اصل واقعا این یک مشکلاتی جدی برای ملت و کشور و سرزمین ما هست. چون ما در گذشته هم چنین مشکلاتی داشتیم و آنها سبب شدند که و این هجرت کردن ها سبب شدند که ما وطن اصلی خود را حتی از دست بدهیم. برای این از نگاه من واقعا این یک مشکلی هست، یک مصیبت هست، یک خطر است برای آینده وطن و کشور و نباید از این مشکلی به سادگی ما بگذریم. بر اساس آمارهای رسمی هر روزه 284 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را میگیرند و در سال بیش از 100,000 بر اساس آمارهای رسمی هر روزه 284 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه می شود و در سال بیشتر از 100,000. تنها در سال 2020 63,000 بیشتر از 63,000 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است. در سال 2021 باشد بیشتر از 103,000. در سال 2021 بیشتر از 103,000. اما در سال 2022 باشد در 3 ماه اول بر اساس آمارهای رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه 33,000 شهروندی تاجیکستان برای شهروند شدن در فدراسیون روسیه درخواست شهروندی دادند، تنها در مدت 3 ماه اول سال 2022. خود دیگر تصور کنید که در این چند سال در 8 سال اخیر بر اساس آمارهای رسمی 300,000 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است و از سال 2000 به این طرف زیاده از 800,000 شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. ببینید این یک تنها در روسیه هست و این همه شهروندان تاجیکستان که به دیگر کشورها هجرت میکنند امروزه اکثرا به اروپا هجرت میکنند و در دیگر کشورها، حتی در خود افغانستان که ما او را جنگ زده میکنیم زیاده از هزارها نفر شهروندان ما در اونجا کار و زندگی دارند. این همه به خاطر چی هست؟
به خاطر آن است که در کشور اولا آزادی وجود ندارد، در کشور عدالت دیده نمی شود، در کشور برابری حقوق مردم رعایت نمی شود و این حکومت ما اینقدر ظلم و ستم و آخر همین مثال ما مشاهده کردیم با یک بهانه‌های ساخته چقدر شهروندان و مردم خودش را این کشور کشت و تروریست نمیدونم اکستریمیست و هر چی اعلام کرد. یعنی این همه عامل ها سبب میشوند که هر روزه از کشور ما هزارها نفر ترک اون وطن کنند، ترک جایی که خب خون اینا که اونها در آنجا ریخته است ترک اونجا کنند. یعنی این همه ترک کردن کشور بیانگری ناامیدی هست. یعنی در این ملت از آینده خود ناامید شده است، یعنی از آینده خوب دیگر ناامید شده است. و اگر نه برای ترک کردن یک کشور و سکونت دائم اختیار کردن در کشور دیگر از وطن خود، این واقعا در صورت این با وجود می آید که یک ناامیدی در اون سرزمین با وجود آمده باشد. ما چنین مشکلات را، چنین مصیبت ها را در گذشته هم داشتیم. اگر ما از اصل 17 و این طرف نگاه کنیم، تاجیکان در نتیجه عامل‌های گوناگون که باعث شدن سرزمین‌های اصلی خود را، بخارا، سمرقند، این وطن‌های اصلی خود را نیز ترک کردن و رفتن به کوهستان‌های تاجیکستان که امروزه و کشورهای ایران، کشورهای عرب، هندوستان و اون طرف. و همین مشکلات، یعنی مشکلاتی اصلا که با هم مانند هستند، مشکلاتی بود که مردم را وادار کرد از این سرزمین‌ها فرار کنند. و سال 92 هم که این مصیبت رو ما شاهد بودیم و همون نفرهایی که در سالهای انقلاب بلشویکی، همون نفرانی که همکار شدند و مردم را از سرزمین‌های اصلی خود که بخارا و سمرقند است، تاجیکان ما رو بیرون کردن، در سال 92 هم همینها خب دیگر همون فیض الله خواجه ها در نامها و شخصیت های دیگر مثل امام علی رحمه رو فرستادن که در سال 92 90 به این طرف با کمک همان نفرها بر سر مردم لشکر کشید و مردم هم ترک کشور کردن و خوشبختانه برگشتن از افغانستان. اما من چی گفتنی هستم در این صحبتم، یعنی این همه بانگ خطر و این خاطر است که اگر ما الان در فکر نباشیم و در فکر برگشتن به وطن نباشیم، در آینده دیگر حتما وقتی که محلها خالی می شود بر اساس خبرهایی که داریم، در بعض محلهای کشور حتی یک عائله و دو عائله زندگی میکنند، همه خانه‌خیز آمدن به طرف روسیه. حتی یک دوست هم قصه میکرد، یک مسافر 95 ساله امروز هجرت میکنه از کشور و روسیه درخواست شهروندی میدهد. یعنی این نفر رو کی مجبور کرده است؟ این به چه خاطر؟ و این نتیجه و خلاصه میرسد که ترک کشور کنه در سن 95 سالگی و کشور و شهروندی دیگری رو ترجیح میدهد برای اینکه در کشور خودش باشه. یعنی اینها همه بانگ خطر هستند برای ما که ما امروز باید در اندیشه باشیم و یک کمپانی، یک نمیدونم راهکاری در پیش بگیریم برای برگشتن به وطن. دیگر باید به هر راه، به هر وسیله‌ای که باشد مردم باید درک کنند، دیگر به وطن باید برگشت و در داخل وطن خب زندگی کرد، وطن رو آباد کرد و این شعارها رو در اونجا پیاده کرد، شعار آزادی، عدالت و برادری. یعنی این چیزهایی بود که من میخواستم امروز در اینجا صحبت کنم و یک هشداری باشد، یک یادآوری باشد برای اینکه اینها همه واقعا مصیبت هستند، اینها هم مشکلی هستند، نه اینکه یک هجرت طبیعی است. بله هجرت طبیعی در جهان وجود دارد، کشورهای دیگر هم مهاجر میشن، ولی نه به این شکلی که در کشور ما هست. در روسیه مهاجر تاجیک در بدترین شرایط زندگی میکنند. خود تصور کنید با این وجود ترجیح میدهد که شهروندی این کشور را قبول کند، با وجود این همه تحقیر، این همه خاری، این همه مصیبتی که در روسیه دارد، با این وجود میخواهد شهروندی روسیه را ترجیح بدهد بر شهروندی تاجیکستان. اینجا فهمیده میشود که مصیبتی که در داخل کشور است بالای ملت به مراتب بدتر است از مصیبتی که در هجرت مهاجرین امروزه متحمل میشوند، چون در کشور کرامت و شرافت این مردم زیر سوال رفته است. در این وقت یعنی این حکومت امروزه دیگر انسانیت را زیر سوال برده است در کشور. با همین خاطر
برای تک تک ما لازم و ضرور است که برای برگشتن به وطن برنامه داشته باشیم. مدتی چند سال می شود در 18 تیم، از این پس برنامه ما همه ما برنامه برگشتن به وطن داشته باشیم. اون هم با سر بلند و امیدوار هستم که این روز هم فرا خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شعر از برادر خیلی هم شاعر جوان ما که در پیروی علامه محمد اقبال لاهوری ایجاد میکرد، هم شعر را تقدیم شما خواهم کرد. ای ملت آزرده از اقصای جهان خیز، از وسعت هنگامه این بیخبران خیز، از منظر کوه چون من خورشید عیان خیز، در دامن دریا چو گوهر خفتنی هم خیز، از خواب گران خیز. ای ساکنی چند روزه در این ملک گلستان، ای کشوری صاحب قلم و دفتر و دیوان، ای ملتی فردوسی و اسماعیل سامان، چون تیر برون ز آغوش کمان خیز، از خواب گران خیز. پیکار عزیزان تو را دستی ستم زد، پیکار عزیزان تو را دستی ستم زد، تاریخ تو را گشته و برگشته به هم زد، همسایت از چهار طرف پیش قدم زد. ای خفته خوابیده در این کون مکان خیز، از خواب گران خیز. از نغمه جانکاهی پر از درد یتیمان، بر خاطر هر قطره خونبار شهیدان، از وارخ و کلاب و زرفشان و بدخشان، از توس و خراسان و هرات و همدان خیز، از خواب گران خیز. مغرور ز مسچاه و ز حایط و ز یغناب، از وحدت و کمگود و زان نارک و کلاب، چون مسلک امواج گیره خورده سرخاب، طوفان بلا بر سر عاقی پدران خیز، از خواب گران خیز. درمان جهان را سبب از خامه سیناست، علم و سخن و فلسفه از مثنوی ماست، ما را خرد و معرفت از دیده بیناست، زین الفتی دیرینه این به خردان خیز، از خواب گران خیز. گر نیست تو را اسلحه ای پردی مدرب، یا که سخن نیست تو را در ثمر از لب، از مسجد و از منبر و از خانه و مکتب، با جامه و عمامه و با تیر و کمان خیز، از خواب گران خیز. گنجینه کمیابی گران تو را بودند، از دشمن دیرینه تو دوست ستودند، طالب تو را جا به دلش دشنه نمودند، از ظلم و کمر بسته دیگر سر نفرودند، چون بازوی رزمنده زنجیر شکنان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز. سلام علیکم و رحمت الله.